یکی از ناگزیرهایی که در نظام نوی امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی به نظر می‌رسد این امکانیت دادن به داوطلبان است که آنها 10 اختصاص را یا اینکه 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی را انتخاب نمایند و برای سپاریدن امتحان‌ها و مرکزهای امتحانی مرکز ملی تستی حاضر شوند. اما انتخاب اختصاص، انتخاب مؤسسه تحصیلات عالی کسبی نازکی‌ها دارد و برای فهمیدن این نازکی‌ها ما را لازم می شود که با آن نظامی که برای معین نمودن، برای انتخاب نمودن اختصاص‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی معین گردیده است رعایت نماییم و این طلبات‌ها چنین‌اند. مثلا داوطلب ما میتواند که از گروه اختصاص‌های یکم 10 اختصاص را انتخاب نماید، از جمله نیروگاه برقی و دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان عاصمی در شعبه روزانه نمود تحصیل رایگان زبان تحصیل تاجیکی. همچنین همین اختصاص را او میتواند که در دانشگاه مذکور شعبه روزانه رایگان و زبان تحصیل روسی انتخاب نماید. همین طریقه در این جدولی که میبینید 10 اختصاص آورده شده است. همچنین این اختصاص ها از یک مؤسسه تحصیلات عالی کسبی نبوده، آنها از یک چند مؤسسه ها انتخاب شدند. مثلا بغیر از دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی او انتخاب نموده است دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در شهر قرغانتپه. او انتخاب کرده است دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند. او انتخاب کرده است اختصاص برقی کنانی کشاورزی را از دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور و همچنین باز اختصاصی دهم را او انتخاب کرده است نیروگاه برقی از دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد جان عاصمی شعبه روزانه گروه پولکی و زبان تحصیل تاجیکی. داوطلبان را ضرور است که پیش از آن که به معرکه به قیدگیری حاضر می شوند همراه استادان، پدر و مادران اختصاص انتخاب می نموده خود را انتخاب نمایند، معین نمایند، مؤسسه تحصیلات عالی کسبی را معین نمایند و شعبه های روزانه یا غایبانه داخل شدن را معین نمایند، در گروه های رایگان و پولکی داخل شدن را معین نمایند و آنگاه و نقطه های به قیدگیری حاضر شوند. زیرا اولویت اختصاص و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی در انتخاب داوطلب هنگام تقسیمات دانشجویان و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی رول نظررس را می‌بازد و این را از اعتبار ساقط کردن لازم نیست. از این خاطر باز تاکید می‌نماییم که با هر یک اختصاص هایی که در اینجا نامبر شده است و دیگر اختصاص هایی که در همه گروه های اختصاص های امتحان های مرکزانیده شده داخل شوی که عبارت از 5 تا می باشد، طبق نقشه قبول دانشجویان که از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می شود معین می گردد. باید تاکید نمود که از همه آن فن‌هایی که برای داخل شدن برای این یا آن گروه اختصاص ها معین شده است، مثلا برای آن گروه اختصاص هایی که در اینجا ما مثال آورده ایستاده ایم گروه یکم اختصاص ها می باشد و در این گروه بیش از 150 اختصاص وارد می شود. داوطلب باید که از بین همین قدر اختصاص های به خود معقول را انتخاب نماید و بعداً انتخاب خود را او پای در پای از روی برای خود داوطلب مهم بودن گذارد. زیرا هنگام تقسیمات چطوری که ما در بالا قید کردیم اول
اختصاصی که در جای یکم گذاشته شده است از جانب کامپیوتر کارکرد کرده می شود و بعداً بنابرای با اختصاص های دوم، سوم و همچنین تا دهم اگر امکانات باشد دوام می دهد. اکنون ما گفتیم که برای اختصاص یکم نقشه معین شده است 25 نفر. از این خال گزارش 300 خال. داوطلب ما صاحب شد 360 خال. اما دیگر داوطلبانی که همین اختصاص را انتخاب کرده اند، یعنی 25 نفری که باید داخل شود، خال نهایی آنها 420 خال را تشکیل می‌دهد. این معنای آن را دارد که داوطلب ما امکانیتی با انتخاب یکم خود داخل شدن را از دست می‌دهد. واسطه های تکنیکی بعداً برای کارکرد با انتخاب دومی داوطلب می‌گذرد و اینجا ریز انا همین نظامی که در بالا نمبر کردیم به اعتبار گرفته می شود. یعنی خال صاحب شده داوطلب 360 ولی خال کمترین داخل شوی به اختصاص مذکور 430 خال. یعنی این امکانیت هم از بین می رود. پس انتخابی سوم، اختصاص سوم، بعد از آن چهارم، پنجم و ششم دوام می یابد. داوطلب انتخاب کرده ما در انتخاب چهارم خود اختصاص نیروگاه برقی از دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در شهر قرغانتپه شعبه روزانه گروه رایگان تاجیکی می تواند که داخل شود، زیرا خالی که او گرفته 360 است اما خال گزارش در اختصاص مذکور 350 خال می باشد. یعنی که داوطلبی که انا همین طور اختصاص های انتخاب نمودهش را پی در پی گذاشته است در انتخاب چهارم خود کامیاب می گردد و بعدا عملیات های من بعده از انتخاب پنجم تا دهم دیگر از جانب واسطه های تکنیکی کارکرد کرده نمی شود. با رنگ هایی که در اینجا هست اهمیت دهید. با رنگ زرد ما آن اختصاص های انتخاب نموده داوطلب را اشاره نمودیم که او می توانست که با خال به دست آورده خویش با آن اختصاص ها داخل شود. از سبب آن که اختصاص های مذکور در زینه های پایانی آورده شده است، این امکانیت ها را داوطلب مذکور از دست می دهد و همین طریقه خال گرفته داوطلب مذکور 360 شاید که برابر باشد با خال آن داوطلبانی که همین اختصاص را انتخاب یکم گذاشتند. یعنی آنها نیز تا 355 خال گرفتند و بعدا جایی که خالی میماند از انتخاب های دوم، سوم، چهارم و پنجم میتواند که کامپیوتر این داوطلب رو در جای بالا گذارد و در نتیجه با مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی از جانب مرکز ملی تستی مکتوب رسمی ارسال کرده می شود و برای با فرمایش داخل نمودن به کورس یکمی مؤسسه تعلیمی و مؤسسه ارسال کرده می شود و در اساس این مکتوب رسمی رکتوران مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی فرمان داخل شوی به کورس یکم را به تصویب می رسانند و آنگاه با داوطلبان نیز دعوتنامه ارسال کرده می شود و آنها باید که در طول 10 روز به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی حاضر شوند، از قید گذرند و آنگاه آنها داخل شده حساب کرده می شوند. در صورتی به مؤسسه در طول همین 10 روز معین شده حاضر نشدن داوطلب، نتیجه به دست آورده آنها نیز
از اعتبار ساقط کرده می شود و به جای آنها بعد از کارکرد علاوگی تکنیکی نفر دیگری که خالش نرسیده بود برای داخل شدن ولی خالهای گزارشی هم فنهای امتحانی هم خال عمومی را صاحب شده بود و جای او وارد کرده می شود و همین طور شخص دیگر به جای این داوطلب دانشجو شدنش ممکن است. در صورت داشتن امتیازها چطوری که ما میدونیم حکومت جمهوری تاجیکستان با یک گروه شهروندان امتیازها معین کرده است. اینها معیوبان گروه های یکم و دوم، اینها یتیمان کل، اینها از جمله آنهایی هستند که در آزمون‌های فنی جمهوریوی، در آزمون‌های فنی بین المللی سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند و آنها امتیازها یعنی خالهای علاوگی ضم کرده می شود. در صورت داشتن چنین امتیازها به خال صاحب شده داوطلب از 300 تا 100 خال علاوه کرده می شود.